شکوه و شهامت خاصی داشت. و امروز ما را امکانیت است که توسط دستگاه‌های سیار تلویزیونی تاجیک لحظه به ساحل دریای سیر سفر کنیم، سیر بدخشان رویم، سیر زرافشان رویم، با مردم صاحب مرام و شریف سمرقند باستانی و بخارا هم صحبت و هم نشین شویم. و خلاص کلام در این جاده تلویزیون سهم گذار است. همین طرح استاد؟ بله، بسیار تشکر از ریاست کمیته تلویزیون و رادیو که اولین جشن زبان را که بعد از قبول قانون زبان در جمهوری ما تجدید می شود، تلویزیون تاجیک با محبت بی اندازه، با توجه زیاد و با مهر فرزندانه استقبال کرد و این را نه تنها در تمام تاجیکستان بلکه در تمام آسیای میانه گسترش داد. یعنی جمهوری‌های دیگر هم دیدن که ما چطور زبان خود را عزیز می‌داریم، چطور عید داریم و چطور مردم به واسطه در تلویزیون و هم در تمام جمهوری به این عید اشتراک میکنند و سهم میگذارند. و ضمناً باید گفت که تلویزیون تاجیک نه فقط در این روز جشن زبان بلکه در طول تمام موجودیتش برای بلند برداشتن فرهنگ و مدنیت و زباندانی و ترغیب هنر، ترغیب نظم هزار ساله، ترغیب نظم معاصر، ادبیات معاصر، بلکه ترغیب ادبیات تمام جهان دست زد و خلق ما را با تمام جهان شناسانید. یعنی واقعا جهان نمای ما جهان نمای حقیقی است که هم نظری مردم، هم خودشناسی و هم جهان شناسی مردم را فراخ کرد. و این جشن زبان که امروز ما یک جای تجلیل میکنیم یکی از اون پدیده هایی که چنان شما گفتید پدیده های تازه از نظر تلویزیون تاجیکستان است که ما بسیار منتظر هستیم و امیدوار هستم که این جشن ها هر سال تکرار میشن و هر سال رنگ و آب تازه خواهند گرفت.